شبکه‌های خبری A1 رو روز 20 ایون سال 2023 خبر داد که 3 شهروند تاجیکستان در شهر اکاترینبورگ روسیه به کشتن یک ساکن محلی در جریان زنوزنی گروهی بازداشت شدند. در این زنوزنی که صبح 2 ایون سال 2023 در ایستگاه اتوبوس ندژدینسکایا در نزدیکی سابق بازار و حال فروشگاه تاگانسکی ریاد منطقه اورال رخ داد، باز یک ساکن محلی جراحت برداشته است. یک ساکن ستارای سرتیروفکا به ژورنالیست A1 رو گفته است زنوزنی با عیب یک ساکن محلی سر زد چون که او به تاجیک‌ها چسبید. صبح 2 ایون در ایستگاه ندژدینسکایا زنوزنی شد. تاجیک‌ها 2 روس را زدند. یکی از این روس‌ها خودش به مهاجران چسبید ولی رفیق او بیهوده شت خورد. نقل کرده است این ساکن سامانه A1 رو. بنا به اطلاع این نشریه مرد کشته شده الکساندر نام داشته 46 سال داشت. در پلیس و کمیته تفتیشات این حادثه را تا حال رسما شرح ندادند ولی منبع A1 رو در مقامات حفظ حقوق با تصدیق این خبر گفته است که هر 3 مهاجر تاجیک را علاقه دستگیر کردند. بله چون این حادثه رخ داده بود و این کشتار را باعث گرم آشکار کرده همه 3 مهاجر را کارمندان شعبه پلیس رقم 10 که این آدمکشی در حدود زیر مسئولیت امین شعبه رخ داده بود علاقه دستگیر کردند. بعدا معلوم شد که بود و باش بعضی آنها در روسیه قانونی نبوده است. یکی از آنها به قبرغه های الکساندر ضربه زده است و او بعدا در بیمارستان جان داد. ضربه چنان سخت نبود ولی سلامتی این مرد ضعیف بوده است. خبر داده است این منبع. به این 3 مهاجر تاجیک بر اساس ماده 111 قسم 4 کودکس جنایی روسیه برای قصداً رسانیدن آسیب وزن به سلامتی که از بی احتیاطی باعث مرگ جبری دیده شده است همچون جزا تا 15 سال زندان تهدید میکند. درباره شخصیت این 3 تاجیک در اکاترینبورگ با اتهام آدمکشی دستگیر شده یگان اطلاع در دست نیست.